جنتلمن سینمای ایران با اختلاف ایشون. شاهرخ استخری یکی از معدود بازیگراییه که بیشتر از حاشیه با خانواده‌اش شناخته میشه. اون بارها با افتخار گفته عاشق همسرشه و هیچ وقت براش مهم نبوده که همسرش از یه خانواده معمولی بوده، چون به گفته خودش اخلاق و شخصیت از هر چیز دیگه‌ای مهمتر. جالبه بدونی شاهرخ استخری متولد 1359 و 45 سالشه و سالهاست یکی از شناخته شده ترین بازیگرای سینما و تلویزیون ایرانه. اما فقط بازیگر نیست، چند ساله که وارد دنیای کسب و کار شده و توی حوزه طلا و جواهر فعالیت میکنه. بیزینسی که خیلی ازش به عنوان یکی از موفق ترین سرمایه گذاری های یه بازیگر ایرانی یاد میکنن. شاهرخ استخری همیشه سعی کرده وقت زیادی رو کنار همسر و 2 دخترش بگذرونه و به همین خاطر خیلی از هواداراش اونو یه پدر و همسر خانواده دوست میدونن. خداییش به نظرت شاهرخ استخری یکی از جنتلمن ترین بازیگرای سینمای ایرانه یا نه؟ پرشین فکتو دنبال کن تا از حواشی بازیگرا جا نمونی.